محاکمه عیسی. بعد از گذشت یک زمان پیشوای مذهبی در مقابل عیسی بی‌حوصله شدند. از این خاطر برای دستگیری و کشتن عیسی یک پلان سنجیدند. اونا به یکی از 12 شاگرد عیسی که یهودا نام داشت رشوت دادند که عیسی را به دستشان تسلیم کنه. اما بعد از اینکه یهودا به عیسی خیانت کرد، از کرده خود پشیمان شد و خودکشی کرد. پیشواهای مذهبی عیسی را دستگیر کردند و به محکمه دینی کشاندند. اونا با او ظالمانه رفتار کردند. سرش تهمت کفر زدند. گفتند که عیسی سزاوار مرگ است. بعد از اونا عیسی را پیش حاکم رومی بردن. از او خواستند که به عیسی جزای مرگ تعیین کنه. نام او حاکم رومی پیلاتس بود. اما پیلاتس بعد از تحقیق هیچ دلیل پیدا نکرد که حکم مرگ عیسی را بده. اما به خاطر که مردم زیاد جمع شده بودند، شور و غوغا میکردند، پیلاتس مجبور شد که به خاطر دلخوشی مردم به عسکرای خود امر کنه که عیسی را شلاق بزنن. عسکرا هم عیسی را زدن، به او دشنام دادن و از خار تاج ساختن و در سر عیسی ماندن. اونا او را مسخره کردن، میگفتن ببینین این پادشاه یهود است. بعد از او پیلاتس عیسی را در پشروی کلانای یهود آورد و استاده کرد و گفت که مطابق عادت هر سال در همی وقت یک زندانی را آزاد میکنم. آیا میخواین که عیسی پادشاهتان آزاد کنم؟ مردم هیجانی شدن و چیغ زدن، میگفتن نه، ما بارناباس میخواهیم. بارناباس یک جنایتکار بسیار مشهور بود. پیلاتس از اونا پرسان کرد چی میخواین؟ با عیسی چی کنم که به مسیح مشهور است؟ اونا فریاد زدن مصلوبش کو، مصلوبش کو. پیلاتس میفهمید که اگر او عیسی را رها کنه مردم حتما شورش میکنن. از همین خاطر به عسکرای خود امر کرد که عیسی را به بیرون از شهر سر تپه جلجتا ببره که مانایش کاسه سر است و او را در اونجا مصلوب کنن.